در ناحیه وسیع جماعت دهاتی به نام عبدی‌عوض دهه جاوز این زمین غیر کورم بوده با سبب بلند بودن سطح آب‌های زیرزمینی استفاده برده نمیشد. با پیشنهاد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ساکن همین ده مدنبی حمیدوف این زمین غیر کورم را به اجاره گرفته آن را به زمین کورم تبدیل داد. چند بلاروس چند بولدوزر آورده آن چخروپاسیوش همور کرده مصروش بیرا کرده اینا دریاخونه بود دیگه بورش انور کرده انا خلق هم کشلوق موسرش همینجا میوارد میپرتاف همه با اینا چیرا اینا او کانال پنجا خمشا میکندن همینجا میواردن هم چخروپاسیو همیده هم تا توپ میریختن میرفتن همه را انا روز کرده مهنت کرده زمین کرده نه چند ساله انا کم کم استفاده بوده. زحمت مدنبی حمیدوف نتیجه داد. با مقصد ثمراناک استفاده نمودن زمین اماکی مدنبی این موسم زمین را به قطعه‌ها جدا نمود. وضع بازار را به نوبت گرفته پرورش محصولات‌های گوناگون نیاز اهالی را به راه ماند. همراه با کارتوشکا و سبزی این روزها همه روزه از این زمین صدها کیلوگرم محصولات از جهت اکولوژی تازه به بازار ناحیه برآورده می شود. این هم کارچکا میکنن، گندم میکنن، اینا یگان پیاز میوز میکنن، سبزی میکنن، بودرینگ میکنن کمتون. میشه بچه‌نی خوردنشون و فروختنشون. مدنبی حمیدوف میگوید که از شغل دهقانی برکت دیده فرزندان و نویره‌ها را در همین روحیه تربیت نموده است. با مصلحت پدر فرزندان خوجگی دهقانی به نام میرزا قدم را تشکیل نمودند. این خوجگی به پرورش پخته و دیگر محصولات‌های کشاورزی مشغول است. در این زمین شالی کشتی تکراری میباشد. خوبیش ما فقط هم دهقانا در همون دیدیم که اکثریت حشرات را نیست میکنن. خیلی دیگه تخمای علف‌های بیگانه‌ای که ما در خلال میرسونید نیست میشن در نتیجه شولی کردن. نمی خوبی و شولی کردن. درآمدش برای خوجگی چی؟ درآمدشون بهترینه. ما عین حال تا امروز ضرر ندیدیم ولی از شولی کردن. این زمین ها در سرگاه شبکه آبیاری واقع هستند. از آب دریای پنج آبیاری می شوند. در تقسیمات آبی پولیزی مدنبی حمیدوف شخصی مسئول است. تامینات آبی پولیزی امکان فراهم آورده است که در کشت تکراری همه زمین های کورم دهه ثمراناک استفاده برده شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.